به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همتان. آرزومند هستم ان شاء الله از صحت کامل برخوردار باشین. دوستان امروز موضوعی که میخوام امروز شما به اشتراک بگذارم است که ما شما چگونه میتوانیم فولدر ما را یا یک گوشی ما را پسورد بدهیم و همچنین فایل‌های ما را با استفاده از این کار محفوظ نگهداری کنیم. اگر میخواهید بتوانید تا آخر ویدیو را بیننده باشید. دوستان بازم خوش آمدید. اگر تا اکنون کانال یوتیوب ما سابسکرایب نکردین همین حالا سابسکرایب کنید تا از آخرین جزئیات و مواردی که در قسمت کانال یوتیوب براتون اپلود میکنیم آگاهی داشته باشید و همچنان دنبال نمودن ما را در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و تلگرام فراموش نکنید. در قدم نخست دوستان ما شما میایم و براوزر ما را باز میکنیم. بعدش هم میره بعدش هم نوشته میکنیم دانلود WinRAR فول PC انتر میکنیم. بعد از اینکه ما شما انتر کردیم اولین گزینه که برای ما شما اولین وبسایت که برای ما ساجست میشه بالا از این کلیک میکنیم. بعد از اینکه ما شما کلیک کردیم مثلا از این صبر میکنیم. یک قسمت آپشن های مختلف متنوع را برای ما شما نشان میده که نمونه ها یا ویژن های متفاوتش هست که از جام شما میتونید انتخاب بکنید. اینجا نمونهش نشان میده، اینجا البته حجمش نشان میده که از جا میتونید چی بکنید انتخاب بکنید. اما بهترین گزینه که است برای ما شما یک قسمت دوستا چی هست دانلود است. است بالا خود البته خودش شناسایی میکنه که سیستم عامل ما چی هست 64 بیت است. فقط بالای دانلود WinRAR کلیک میکنیم. بعد از که ما شما کلیک کردیم یه صفحه بریه برای ما ظاهر میشه درست است. بعدش هم دانلود دوباره برش میگیم و این قسمت دانلود ما چی شد دوستا آغاز شد. تقریبا 3.1 MB سایزش هست و لازم صبر میکنیم تا چی شود دانلود ما ختم شود. شما از قسمت ها میتونید که رایت کلیک بکنید و از قسمت اوپن برش بگید و همچنان ما میتونید که شما فولدر رو همچنان کلیک بکنید. در غیر از این شما میتونید دوستان از قسمت خود این گوشه دانلود از قسمت ما کامپیوتر و بعد شما قسمت دانلود درست است و از قسمت هم شما میتونید چی بکنید باز بکنید. فقط بالاش کلیک میکنید. بعد از اینکه بالاش کلیک کنید یک قسمت از پیش شما یک سوال میپرسه که شما مطمئن هستین که این سافتور اینستال بکنید برش میگیم یس. بعد از اینکه یس گفتیم دوستان لازم صبر میکنیم تا قناه دیگه شما برای ما شما این قسمت موقعش رو از توی شما سوال میکنم آیا که شما متأکد هستین که در این موقع سافتور رو اینستال بکنیم. خب اگر استراک نیاز به شما میتونید موقعش هم تغییر بدیم و غیر از اون میره بشل دفود ما انتخاب میکنیم. بعدش هم اینستال باش میگین و لازم صبر میکنیم تا اینستال شه. این قسمت هم از توی شما البته میپرسه که کدام فایل ها رو یا کدام اکستنشن ها رو همراه وینر میخواین باز بکنیم که شما میتونید کاستماایز هم بکنیم و بشل دفولت هم میتونید ببندید. بعدش هم اوکی میکنیم. خب دوستا بعد از که اوکی کردیم دوباره هم داون برش میگیم. بعد از اینکه کار ما شما انجام دادیم عمل شما اینجا مشاهده کرده میتونید که سافتور ما اینستال شد. بعد از اینکه ما شما اینستال کردیم میره هر فایلی که باشه مثلا در درایو باشه در فولدر باشه و یا همچنان در روی دسکتاپ کامپیوتر تون باشه فرق نمیکنه. ما شما میتونید با استفاده از این سافتور البته پروگرام ها و همچنان تمام معلومات و دیتای ما را چیپ کنیم رمزگذاری بکنیم یا پسورد برشون بدیم. بالفعل ما شما اینمی اطلاعات مد نظر میگیریم چطور میتونیم میارم ما شما پسورد بدیم. فقط شما انتخابش میکنین. بعد از اینکه ما شما تمام دیتای ما را انتخاب کنیم خدا کنه 1 تا 100 ترچفکی باشه شما بالاش رایت کلیک میکنیم. با مجرد که رایت کلیک این قسمت آپشن‌ها بیشتر برای ما شما نمایان میشه که ما دیگراش از نیاز نداریم. فقط این ما شما چی برش میگیم اد تو ارچیو درست. بعد از اینکه کار ما شما انجام دادیم این قسمت مقصدش هست شما سوال میکنه که در کدام مقصد شما همین فولدر رو براتون ایجاد بکنیم. فایل وقت ما شما انتخاب میکنیم. همچنان آپشن‌های ایجاد مفیدتر دیگه هم داره اما فعلا ما شما اونا رو عملاً استفاده نمیکنیم و کارشون نداریم درست است. بعد شما بالای ست پسورد کلیک میکنیم. بعد از اینکه ما شما ست پسورد کلیک کردیم بعد از اینکه ما شما اینجا پسورد برش بدیم ما شما دو آپشن که اینجا پایین وجود داره شو پسورد و انتر فایل نیم هر دویش هم ما شما چی میکنیم تکمیل میکنیم. بعد از اینکه ما شما تکمیل کنیم قسمت پسورد برش انتر میکنیم بالفرض 1431 و بعد شما اوکی میکنیم دوباره اوکی میکنیم. خب بعد از اینکه ما شما اوکی کردیم لازم صبر میکنیم تا همین پروسه انکریپشن ما یا رمزگذاری شدن ما چی شه و پایان برسه.
خب دوستان ما شما دانستیم و موفقیت همین پروسه رو به سر بگذارانیم. حالا اگر دوست دارید که ما شما بخوایم همین اطلاعاتی که تمام اینجا لیست شده از این فولدر ما شما باز بکنیم. البته دوستان یک چیز دیگه باید فراموش بکنیم که فولدر به شکل وینرر است، یعنی فشرده است، نه تنها که امنیت یا سکیوریتی اطلاعات ما را نگهداری کرده میتونه بلکه حجم اطلاعات ما را نیز کاهش میدهد. خب اگر اینا را ما شما انتخاب بکنیم بعدش هم رایت کلیک بالاش بکنیم در قسمت پراپرتیز بریم. این قسمت ما شما دیده میتونیم حدودا 16 البته 18.6 MB 160 و را ما شما مشاهده بکنیم. رایت کلیک پراپرتیز بریم. درسته دوستان شما میبینید که این هم تقریبا 18.1 MB است، یعنی تقریبا 5 MB را چقدر از حجمش کاسته. خب اگر دست دارید که ما شما باز بکنیم درست از بالاش یا دبل کلیک میکنیم یا از این قسمت ما شما رایت کلیک میکنیم بعد شما اوپن برش میکنیم. با مجرد که ما شما اوپن برش بکنیم درست دوستا از این قسمت از پیش ما پسورد تقاضا میکنه. اگر دست دارید که ما شما پسورد اشتباه وارد بکنیم اوکی بزنیم به هیچ وجه یا این را برای ما شما باز نمیکنم. اگر دست دارید که بخوایم این را برای ما باز کنم ما شما باید پسوردش نباید فراموش کرده باشیم و با خاطر داشته باشیم که پسورد ما 1431 بود. بعدش هم اوکی میکنیم. زمانی که ما شما اوکی کنیم درست دوستا این قسمت او فولدر ما برای ما شما اوپن میشه. البته دوستا خب لازم صبر میکنیم این سفر ما شما بسته میکنیم. خب اینجا ایران مقدار بزرگتر میکنیم تا که نمای کل سفر داشته باشیم. بیشتر شما میتونین که اطلاعات خان البته چی بکنین دوستا رمزگذاری یا انکریپشن بکنین. اگر دوست دارید که من تصویر اول باز بکنم درست شما میبینید که تصویر است و اگر از اینجا شما همین تصویر باز بکنید درست دوستا اون تصویر است کدام فرق نمیکنه. به شکل ما شما میتونیم تمام فایلایی که برای ما شما بسیار مهم باشه و بسیار با اهمیت بدیم یا پرایوت میباشه شخصی میباشه میتونیم رمزگذاری بکنیم. خب این بود موضوع امروزی ما. آرزومند است ان شاء الله مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ناگفته نباید گذاشت. اگر دوست دارید که سوال انتقاد پیشنهاد داشته باشین ما در خدمت. در غیر از او سابسکرایب نمودن کانال یوتیوب و همچنان پیج فیسبوک ما را نباید فراموش بکنین و اگر میخواید که از آخرین جزئیات آیتی با خبر شین پس کانال تلگرام ما نیز جوین شوید.